این همه سال داری با نینجا پلی میدی ولی بازم خیلی از نکته‌های نینجا رو نمیدونی و نمیدونی که کسی که نینجا داره چه وظایفی داره. نینجا فقط برای نینجا شات زدن که نیست. عشقای داداش حالتون چطور؟ مهدی آفلاین هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه تو این ویدیو که درخواست کرده بودید که آموزش نینجا بذار، اصلا نینجا رو چرا باید برداریم؟ فقط برای نینجا شات. نه برادر من، نینجا برای نینجا شات نیست. عشقا داداش چنل رو هم سابسکرایب کنین، این ویدیو هم لایک کنید و هر ویدیو دیگه خواستید مثل همین ویدیو که گفتید و تو کمتر از 24 ساعت ویدیوش آماده کردم. فقط کافیه که تو کامنت ها بهم بگید ویدیو شد، سریعا آماده میکنم و بهتون میگم. خب آقا، نینجا فقط برای نینجا شات زدن نیست. پس برای چیه؟ نینجا به چه دردمون میخوره؟ اصلا وظیفه اون کسی که نینجا برمیداره چیه؟ بچه نینجا برای لیدر اسکواد. حالا چرا میگم لیدر اسکواد؟ دلیل داره. نگاه کنید، نینجا پلیر باید یه هایگراندی داشته باشه و این کار باید لیدر انجام بده. خب که یه هایگراندی داشته باشه بتونه تیمشو کنترل کنه که اینجا انمیه، اون ور انمیه، این کارو بکن اون کارو بکن. پس نینجا کلاس لیدر اسکواده. حالا بعض وقتا هم پیش میاد مثلا لیدر مثلا یه چیز دیگه برمیداره، ولی وظیفه اصلی لیدر اینه که نینجا رو برداره. و نینجا بچه اصلی ترین چیزی که داره شات حال کرده، خدای خودم پرام ریخت. نینجا اصلی ترین چیزی که داره اینه که شما هایگران میتونید بگیرید، یعنی یکی از اصلی ترین چیزاش. ولی خب نینجا خیلی نقطه ضعفا داره. ببینید شما رو تو بعضی شرایط واقعا گیر میندازه، هیچ کاری نمیتونید بکنید. بعضی جا اصلا نینجاتون باگ میخوره و نمیتونید درست نینجا بزنید، که اینا حالا یه سری راه حل داره که بهتونم توضیح میدم چیکار کنید که باگ نخورید. یه سری تایما هست کلاس میزنید نینجاتون رو میزنه و نینجا کار نمیکنه، یا نینجاتون همون موقع کار میکنه نمیتونید دیگه گان سویچ بزنید نه چیزی و هیچ کاری نمیشه کرد. عملا کلا فلج میشه کاراکترتون. اینجور مواقع بچه دو حالت داره: یا باید وارد سیتینگتون بشید که این قضیه رو برطرف کنید، یا اگر نزدیک آب هستید بچه برید تو آب. نگاه کنید، برید تو آب دیگه تا آخر بازی خیالتون راحته که اصلا امکان باگ خوردنتون دیگه نیست. ولی برید تو سیتینگ برگردید، امکانش هست با درست نشده باشه باگ، یا دوباره هم باگ بخوره اصلا. ولی خب اگه کنار آب باشید به این مشکلات بر نمیخورید. ولی یه چیز اصلی که در مورد نینجا وجود داره برای اونایی که بچه مثلا میخوان سولو هم پلی بدن، نینجا خیلی کاربردی تره براشون. چرا؟ چون نینجا کلاسیه که راحت‌تر میتونی بپیچی، صدا پاتو کلا از بین میبره وقتی آپگریدش میکنی. پس نینجا کلاس خیلی تاپیه، ولی بهترین کلاس این سیزن رو نمیشه بهش گفت. واقعا بهترین کلاس این سیزن نیست. حالا سیزن قبل کلاس خیلی تاپ و خیلی گادی بود، ولی این سیزن واقعا نینجا کلاس تاپی نیست. بهترین کلاس این سیزن بچه با اینکه نرف شده دیفندره که من واقعا خودم میپسندمش و عشق میکنم، معمولا هم دیفندر برمیدارم. چرا؟ چون تو هر فضایی براتون مهم نیست، کاورتون رو دارید و راحت میتونید پلی بدید دیگه. براتون مهم نیست وای اینجا کاور نداره. یه نینجا پلیر مجبوره تو کاور باشه، یه نینجا پلیر مجبوره که همش یه جای سیفی باشه، همش نزدیک خونه ای چیزی باشه. و نکته اصلی که دیفندر داره که من خیلی باهاش حال میکنم اینه که دیفندر تو زون کمتر باعث میشه دمیج بخورید، یا نیدی که بهتون میزنن کمتر دمیجتون میکنه، یا نمیدونم اینجور چیزا دیگه. اسمارس که بزنن کمتر دمیج میشید نسبت به بقیه، دارم میگم نسبت به بقیه کلاسا، نسبت به نینجا بیاد مقایسه کنیم فقط. ولی خب نینجا هم قابلیت‌های خاص خودشو داره. مثلا همین بهترینش اینه که صدا پا نمیگیری، صدا پا اصلا نمیدی به انمی و این خیلی بهتون میتونه کمک کنه. چرا؟ چون انمی متوجه این قضیه نمیشه که شما کجایین. خیلی ایزی میتونید بزنید و اسکوادشو اصلا سرویس کنید، نه دهن خودش تنها بلکه دهن کل اسکوادشو میتونید راحت سرویس کنید. ولی خب بذار ببینم داداشم. خب بچه داشتم اینو میگفتم، چیزایی که نینجا واقعا براش مشکل ساز میشه. نینجا جلو ترپ واقعا به مشکل میخورید. ببخشید جلو ترپ نه، جلو مدیک پلیرها.
ببین جلو مدیک پلیرها دلیل داره که میگم به مشکل میخورید. اگر بخواید نینجا شاتی چیزی بزنید به مدیک پلیر خیلی ایزی میزنتتون، یا اگر نینجا بزنید سمت انمی یه مقدار، ببین نمیگم کامل ایمش خوب باشه، یک مقدار ایم روالی داشته باشه رو نینجا زدته، که 90% نینجا پلیرها هم اینو درک میکنن که فشار خالصه، یعنی واقعا از فوش بدتره که رو نینجایی رو میزننت زوزه با بکشی، هیچ کاری نمیتونی بکنی، تا بخوای نینجا تو کنسل کنی مردی، پس رای نداره. خب و داخل زون خیلی دمیجتون میکنه. البته کلاس رده کلا نینجا زیاد دمیج میشه داخل زون، خیلی بیشتر از بقیه کلاس ها دمیج میشید داخل زون نسبت به بقیه. اگه ماشینی چیزی کنارتون بترکه بیشتر دمیج میشید و امکان مردنتون رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. پس به نظر من این سیزن نینجا کلاس تاپی نیست. ولی خب حالا بریم سراغ نکتهاش که چیکار کنیم، چجوری از نینجا استفاده کنیم و مایی که لیدر اسکوادمون هستیم چجوری باید از نینجا استفاده کنیم که اسکواد رو به چخ ندیم. ببینید نینجا پلیر خیلی وظایف داره و اگر این وظایف رو درست انجام نده امکان وایپ شدن اسکوادش خیلی زیاد میشه. چرا؟ چون یه عضو راحت از دست میدن و یه عضو مهم هم هست. کسی که لیدر اسکواده عضو خیلی مهمیه، پس اونو از دست بده امکان اینکه اسکوادشون هم وایپ بشه زیاد میشه. بچه لیدر اسکواد یا همون نینجا پلیرمون کلا با هایگران باشه و عقب تر از تیمش نباید کلا حرکت کنه، یعنی باید کلا جلوتر از تیمش باشه و وایس نگاه کنه ببینه انمی کجاست و نمیدونم موقعیت ها رو اوکی کنه که آقا انمی اینجاست انمی اونجاست. تایمی هم که اگر نینجا پلیری تایمی که یارات با یه اسکواد درگیر میشن اولین کاری که میکنی بهترین هایگراند رو میگیری. اگر هایگراند بک انمی بود که خیلی بهتره و خیلی گادتره، ولی اگر جلو انمی هم بود بازم مشکل نه، هایگراند رو بگی. ببین این هایگراند رو که بگیری کل ترس انمی ها از توه. چرا؟ چون هر ثانیه امکان اینو داری که هدگیلی چشون کنی و دهنشون سرویس بشه، هیچ رای نداشته باشن و به خاطر همین بهترین گزینه است برای اینکه شما لیدر اسکواد باشید، نینجا پلیر هم باشید و برید هایگراند رو بگی. اصلا داستان بمبه. با اون نکته‌ای هم که داخل ویدیو دیروز گفتم برید قشنگ بچه 90% مچاتون رو وین میکنین با این چیزی که دارم بهتون میگم. پس چی شد؟ هایگران مهمترین اصل نینجا و قضیه نینجا شات زدن. بچه واقعا دارم بهتون میگم کلاس نینجا برای نینجا شات دیگه نیست، برای نینجا شات زدن دیگه نیست. اول از همه خیلی تیراتون پخش میشه. الان داخل این سیزن من خودم به شخص این مشکل رو دارم، تیران به شدت پخش میشه، یعنی میام تو صورت انمی دارم شاتمو میزنم و مثلا 40 تا دمیج میشه 50 تا دمیج میشه، وان شاتش نمیکنه. ولی نینجای سیزن قبل مثلا سیزنای 2-3 سیزن پیش مثلا شما شاتو میزدید تو نینجا شاتو میزدید به انمی پراش میریخت، 100% هم وان شات بود، مگه اینکه دیگه رنجتون خیلی زیاد بود. و الان رنج نینجا کم شده و این یه مشکل به شدت بزرگه که رنجش رو کم کردن و همین باعث میشه که نشه درست با نینجا شات زد. آخه نینجا شات زدن از فاصله 10-15 متری که فایده نداره. نینجا شات رو برای تایمی میزنن که شما داخل یه اوپن گیر کرده باشید و مجبور باشید نینجا شات کنید. پس نینجا این سیزن کلاس خوبی نیست و برای این که شما بهترین لیدر اسکوادتون باشید باید نینجا داشته باشید، حالا چه کلاس خوبی باشه چه کلاس بدی باشه. خب با آخر ویدیو هم رسیدیم. عشق منی، دوستتون دارم. چنل رو سابسکرایب کن. فعلا بابای.